اینترنتی ایران کافه میکس. خب احوالتون انشالله که خوب باشه. این قسمت برنامه میخوایم با یه آدمی حرف بزنیم که یک چندین سالی ما اون رو ندیدیم. این هفته مهمون برنامه‌مون با افتخار رامین پرچمی عزیز. سلام رامین جان، خیلی مخلصی. خوش اومدی به کافه میکس. مرسی. من در خدمتتیم. تشکر از شما و دوستان دیگر رو دعوت کردیم به برنامه منو بعد از مدت‌های مدید. زنده باشین. بعد از 7 سال. 7 سال تقریبا. درسته؟ چه خبر قربان؟ اوضاع احوال؟ در خدمت شما هستیم. سلامتی. شما هستین. همه چی آرومه؟ فعلا همه چی آرومه. ظاهرا آروم. آره سوال اولم میشه. همه چی الان چه خبر؟ حالا اگر که بخوایم شروع بکنیم از اینجا، یعنی سوال محور بریم، میتونیم با هم راحت باشیم؟ من راحت باشم. یعنی بی پرده اومدم اینجا برای که راحت بودم که اومدم این چیزی. خب رامین پرچمی که ما در پناه تو آیه لبخنده دیدیمش و پس از باران آیه سلطانی و اونقدر خوب درخشید رو ما الان کمتر میبینیمش. چرا؟ خب الان کمتر میبینیم برای که خب مدتی من اجازه کار نداشتم رو راست و دلیلش هم فکر کنم اکثر بیننده‌هاتون بدونن، خود شما میدونید. نمیدونم باید باز کنم دلیلشو بگم یا نگم دیگه، لازم نیست. مشکل نداره. به خاطر یک سری سوء تفاهمات البته بود، بخش عمدهش واقعا سوء تفاهم بود. حالا شاید بعضی دوستان از من ناراحت هم بشن که حالا چرا مثلا اینجوری صحبت می‌کنی، ولی من خیلی عمدی نداشتم که تو این جریان بخوام شرکت کنم. حالا اینکه من جزء کدوم داره دسته ممکنه باشم که اصلا من به دسته و حزب و جای خاصی وابسته نیستم. مطمئنم اشتباه ما کردیم، یه سری اشتباه اون طرفی‌ها کردن، اینجوری نبود. حالا خیلی کنتاکت عجیب غریبی نبود، به هر حال گذشت فکر می‌کنم. یعنی فکر کنم اون رضایت دادن که بی خیال من بشم، منم رضایت میدم که بی خیال نباشم. من اگه بخوای بیشتر توضیح بدی، اینکه اول یه سوال بپرسم، ما از اول بریم به آخر یا از آخر بیایم به اول؟ شما هر جور راحتی می‌تونید. شما چه جوری دوست داری؟ از اول بریم به آخر. از اول بریم به آخر. خب چه جوری شد آدمی که اول اینکه رامین پرچمی چی داشت که آدمایی مثل آقای کیمیایی و آقای مهرجویی با اون کار کرد؟ چیز خاصی نداشتم از خودم. اینو خب از آقای مهرجویی آقای کیمیایی بپرسید. آقای مهرجویی که خب اصلا آقای مهرجویی خیلی چیزا داشت که من به خاطر ایشون رفتم و تو کارش بازی کردم. یه پلان هم بازی کردم. در واقع به این دلیلم بازی کردم که فقط یک تئوری هستش، میگن بازیگرا میگن ما فقط حاضریم از جوری دوربین کارگردانی که دوستش داریم رد بشیم. منم اولا از جوری دوربین آقای مهرجویی فقط رد شدم که همین رو ثابت کنم که من آقای مهرجویی خیلی دوست دارم. آقای کیمیایی که خب دیگه استاد خوب ما هستن، مهمان مامان خب تاثیرم داشتیم. حالا به هر حال نقش خیلی کوتاهی بود، یعنی تو کل فیلم موثر خوب نبودم واقعا. ولی میخوام بگم خب اولا فقط به خاطر اسم آقای مهرجویی و اینکه دوست داشتم واقعا ایشون رو رفتم کار کردم. آقای کیمیایی که خب واقعا استاد بزرگوار من هستن، خیلی دوستشون دارم، خیلی رابطه صمیمانه‌ای با هم دیگه فکر کنم داریم تا حدود زیادی. مدت هاست ندیدم ایشون، خیلی دلم براشون تنگ شده. ایشون نظر لطفشون بود، خیلی اتفاقی ما هنوز سریال در پناه تو پخش نشده بود که من در واقع کیمیایی من انتخاب کرد. آقای جوهرچی منو معرفی کرد بود بهشون و گفت ببینمشون. این معرفتون جوهرچی معرفی کردن، خیلی هم جالب بود معرفی. من ظهرش قرار بود دیروزش فیلمبرداری در پناه تو تموم شده بود. من قرار بود برم شمال و راه افتادم، اون موبایل اینا من نداشت، نیومده بود هنوز فکر کنم، من نداشتم. بعد داشتم میرفتم سمت شمال که آقای جوهرچی یهو زنگ زدن خونه‌مون، مادرم گوشی رو برداشت و گفتش که آره برام میگه هر جا هست بیاد فلان جا. گفت رفته شمال. حالا ممکنه جایی رفته باشه فلان، گفت خونه یه دوست است شاید موقع خیلی سری بزنه که من واقعا سر زدم. لاهیجان. آره می‌خواستم برم لاهیجان. نرفته بودم هنوز. اگه رفته بودم یعنی برای ضیافت رو من بازی نمی‌کردم اینجوری بگم. و رفتم خونه دوستم که نوار کاست ما واسه ضبط کنیم، یادمه ضبطای دو کاست هم بود. تا این فاصله که این ضبط بشه ما تو خونه مونده بودم. آخرش بود که یه تلفن زنگ زد آقای جوهرچی گفت من فلانیام و فلانی کار دارم. 10 دقیقه دیرتر اگه زنگ زده بود من رفته بودم و دیگه دسترسی بهم نبود. همون شب فردا صبحش فیلمبرداری ضیافت شروع می‌شد. یکی دیگه جای من انتخاب کردن، هر کسی بود. دیگه من رفتم پیش آقای کیمیایی، منو دید و گفت خوبه و یه تست گیریم کوتاه و یه لباس و فردا صبح 6 جلوی دوربین بود. درست. خب بعد ببین مدل بازیایی که شما کردی توی تا حالا چه سریالا چه در واقع سینماییایی که کار کردی، بعد توی بازی حالا بعد از سریالی که کار کردی اومدی رفتی حالا یه کار طنزم رفتی، یعنی زیر آسمان شهر 2 بود با غفوریان، 3 بود با غفوریان کار کردی. خب دوست داشتی که یه تنوع یعنی ژانر تو عوض بکنی یا یک توی البته اونجا هم همچین مدل یه جورایی آره. خب آقای غفوریان که اولا هم دانشگاهی من بودن، دوستانم من بودن، وقتی هم که دعوت کردم بیا برای این کار خب یه بخش رفاقت دوستانه بود که خب نمیتونستم نه بگم بهشون. زیر آسمان شهر که خب کل سریال خیلی معروفی بود تو اون موقع، جمال خالص دوش خیلی پربیننده شده بود مسلماً و رد کردن همین پیشنهاد یه خورده معقولانه نبود. ضمن اینکه به هر حال اینکه خب حالا من کار طنزم بیام بکنم ضرر نداره بد نیست اینا،
ولی خب نتیجه اون چیزی نشد که فکرش می‌کردیم. نه برای من نه آقای غفوریان سه اصلا کار خوبی نشد نهایتاً و هم بیننده زیادی نداشت، همین که اصلا کار خوب نشد. حالا به هر دلیل موافقی با اینکه سریالی میکنن یا یه چیزی که میگیره اتفاق میفته؟ نه ببین چیزی که میگیره خب اول که نه به اون شروعش تا در نیارن ولکن نیستن که این هست. ولی خب یه بخشی بود که زیر آسمان شهر 2 و یک حالا تا حدودی موفقیتش این بود که متنشون همون روز نوشته میشد و همون شب ضبط میشد. حالا هم بازیگر. ولی زیر آسمان شهر 3 به نظر من اشتباهی که رخ داد کلش این که متن‌ها رو مثلا نزدیک 30 40 قسمتش آقای سروسی قبلش نوشته بود و خب ما مثلا ضبط کردیم مثلا 20 قسمت بعد پخش شروع شد. اون سری 2 که پخش میشد بازتاب پخش می‌دیدن مثلا کدوم شخصیت بیشتر گرفته چیکار بکنه، کدوم جمله با کی بیشتر مثلا دیالوگ بدن، اینا باعث میشد که خب بروز باشه و مردم هم خوششون بیاد و همون نظرات مردم سریعا اعمال کنن تو سریال. ولی اینه که دیگه فرصت جایگزین کردن یه کار از پیش نوشته شده بود که اصلا سیستم زیر آسمان شهر به اون کار نمیخورد. سیستمش بر مبنای بازخوردهای همون روزانه بود. ولی بعد که اینا حال بخواد این فاصله نوشته بشه بعد حالا خب حالا مردم خوششون نیومد. مثلا میخوام مثال بزنم، مردم از اینکه خشایار مصطفی تو این سریال نبود خوششون نیومد. اما اول مثلا کارو گذاشتن که خیلی ندیدن و نقشی که مرحوم رضا جیان بازی میکرد اصلا توی دل مردم جا نیافتاد. آقای غفوریان فکر این افتاد خب باید رضا جان عوض کنه مثلا دوباره خشایار رو بیاره و حالا چقدر به مذاکره با حمید لولایی فلان، ولی این تایم که زمانی که میبرد و بعد اینکه خب نمیشد پلان گرفته شده حذف کرد. 20 قسمت سریال همون شکلی ضبط شده بود و بعد پخش میشد. بله. تا بیان درست کنن قضیه رو بیننده از دست رفته بود عملاً. و کم کم خب حالا اتفاقات دیگه دست به دست هم داد که اصلا زیر آسمان شهر خیلی تربیت نمیگم فاجعه تصویری ولی خب یکی از کارهای بد من بود در واقع اصلا. جزو کارهای خوبم نیست و نگه پشیمونم از رفتنشون به قبول کردم ولی اون چیزی که می‌خواستم مثلا در نیومد بود. اصلا چیزی فکر نه من فکر می‌کردم نه آقای غفوری کلا یک و دو اصلا یه چیز دیگه بود راستی اصلا. یعنی خیلی مثلا میگن زیر آسمان شهر بازی می‌کردم میگم کجاش تو بودی؟ نوبت سه فلان اصلا خیلی سه رو ندیدن اصلا کجای کار من بود با اینکه خیلی پیشینه پربیننده‌ای داشت. نشد دیگه یه سری کارام نمیشه همه کار همین الان شاید در پناهتون بخواد دوباره بسازن نشه اون کاری که شده بود در واقع اول. خیلی دست هم میاد تا یه کاری خوب بشه از آب در بیاد. الان خودت چیکار می‌کنی؟ یعنی الان مشغولی؟ الان کاری الان راه نه تو اینو بگم که یکی از توهماتی که خیلی از دوستان خودم سینماگرا و کارگردانا دارن این که من با ممنوع کار هستم. یک تایمی شاید ممنوع کار بوده. ببین ممنوع کاری کلا چیزی که رسمی اعلام نمیشه به بازیگر یا هر کس دیگه نمیگم. حالا الان توی مطبوعات من جا افتاده فورم آقا فلانی ممنوع کار فلانی ممنوع شد. یه خود مثلا شوخ قبلا هیچ چیزی در این گفته نمیشد چون اصلا نمیذاشتن گفته بشه. بله. هیچ چیزی رسمی هم اعلام نمیشد. کسی من نامه‌ای نمیده آقا شما ممنوع کاری که الان بعضی دوستان میگه آقا یه نامه‌ای از حراست تلویزیون یا از ارشاد جایی بگیر که من ممنوع کار نیستم. کسی من نامه‌ای ممنوع که هستم نداره حالا بخواد نیستنشو به من بده. این مدت طبیعتا خودم میدونستم که با این وضعیت اجازه کاری ندارم. بعد 2 سال پیش بود که دوستا برای نمایشنامه‌خوانی من دعوت کرد و اتفاقا رفت سوال کرد خودش گفت آقا مشکل نداره مثلا بخواد بازی کنه فلان این حرفا گفتن نه بازی کنه مشکل نداره که کارم کردیم تموم شد. یه مدت دوباره گذشت کار نکردم و یه سال دوباره امسال تابستون بود که آقای سعید چاری برای فیلم فیلسوفای احمق ایشون از خیلی قبل‌ترش هم دنبال من بود مثلا شماره تلفنم مثل منم پیدا نکرد. این بخشی که من کم کار شدم یه بخشی به خاطر خودم هم بود یعنی صرف ممنوع کاری نیست. یه بخش خودم هم خیلی کناره گرفته بودم گوشی که مثلا دور شده بودم از فضا از دوستام مثلا تماس با من خیلی از دوستای مثلا دوران بازیگری سینمایی یا مثلا 7 8 سال پیش رو مثلا تازه بعد از مدت بعد از 10 سال بعد از 15 سال امسال خیلی هاشون دیدم خیلی از بچه‌ای که بازی کردن حتی حسن جوهرچی رو حتی من یعنی حالا واضح بپرسم اونا از شما دور میشدن شما از من اصلا کسی از من دوری نکرد. من خودم خیلی پیگیر نبودم. بالاخره خب مثلا تلفن من عوض شده بود که تلفن من نداشت. خونم عوض شده بود که آدرس من نداشت. اصلا خودم نبودم. یه آدرس شمال بودم. یه آدرس که خب اوین بودم. اصلا خیلی فکر می‌کردم مثلا زنگ می‌زدم ایران تو خارج نیستی رفتی ولا نمی‌دونستم من ایرانم. اصلا همین الان کامنتایی که بچه‌ها تو اینستاگرام و جای دیگه مثلا می‌ذارن خیلی از این که من اصلا تو ایران هستم تعجب می‌کنن. خیلی از این که حالا من ولی خب مثلا نمایشنامه‌خوانی کار کردیم عکساشو نگذاشتم. حالا باش خیلی خوشحال شدم از این من دارم کار می‌کنم. پیگیرم بودم ولی نه اونقدر بشه جدی حالا کجا هستم. خود آقای نوابی عزیز دوست خوبم که دارین کار می‌کنه با هم خیلی سعی کرد. نوابی هم دوست خیلی خوبه. بله دوست خیلی خوبه منو بعد الان هم هست دیگه. بله و الان مثلا مدتایشون گفت من خیلی مدت دنبالت گشتم خداییش از این اون پرسیدم واقعا که کجایی فلان. و ایشون خیلی هم سعی کردن که اتفاقا منو گفتن تو اگه ممنوع کار نیستی من یک از برنامه‌های زنده تلویزیون میفرستم دوستام هستن که شاید هفته بعد برم مثلا کار مثلا اونجا بگی یا دوستان بدونن که مثلا ممنوع کار نیستی. چون خانم زنگره مثلا هفته پیش باشون تماس گرفتن برای نمایشنامه‌خوانی که مثلا بیان بازی کنن اینا. ایران مثلا تو رو گفته بودم به فلان کارگردان بخواد کار کنیم و فلان حرفا گفت تو ممنوع کاره تو من ممنوع کاری گفتن نه. این میگم تصوری رو بچهای سینماگر وجود داره. من همینجا اعلام میکنم از این دوربین که آقا من ممنوع کار نیستم و اگر پیشنهادی برای من دارین میتونین یعنی از دوربین کافه میکس شما دوستان کارگردان و بازیگر میکنی که آقا من آماده به کارم و ممنوع کار نیستم. خب
امین حیایی بیشتر تو همین سری از جدید مسابقه برنامه خندوانه مثل شرکت داشته، نمیدونم اومدن این آقای جوده کردن مثلا این طرفی نمیدونم اصلا ربطی نداره. من نمیفهمم این چه برخوردیه. خیلی از دست ما ممکنه ناراحت بشم و تو همین دوستان کامنت نویس و دوستانی که حالا یهو حجم‌های تبلیغات رو اینترنت شروع می‌کنن، این امکانی ابزاری دست یه سری افتاده، من نمیدونم چیه داستانیه که مثلا شما چون تو فضای مجازی مثلا چه میدونم بلدی و حالا چه میدونم واردی و حالا همش ورود می‌کنی، یهو می‌تونی 50,000 امضا جمع کنی علیه فلانی یا مثلا به نفع فلانی فلان و این یه تاثیرات عجیب غریبی. حالا یه زمان میگفتن نه فضای مجازی اصلا از زندگی ببین، الان دیگه رسما تو زندگی‌های واقعی داره تاثیر میذاره. تو زندگی امین حیایی من شنیدم تاثیر گذاشته، من همین خیلی وقت ندیدم. خب ولی مثلا چجوری بوده تاثیرش تو زندگی از احمد احمدی مثلا شنیدم که فیلمبردار سینماست که آقا امین حیایی مثلا که یه زمانی تهیه‌کننده مثلا پشت در خونش میخوابیدن که آقا صبح زودتر بیاد بیرون ببرن سر فیلمبرداری، حالا مثلا زنگ میزنه فلان تهیه‌کننده جوابش نمیده. دستمون امین حیایی مثلا اگه ایکس تومن بوده حالا شده ایگرگ تومن. به خاطر چی؟ به خاطر یه فیلمی بازی کرده که خب بازیش تو اون فیلم خیلی هم خوب بوده. منم اگه بودم تو آقا من اینجا اعلام میکنم که تو قلاده داره، اگه من پیشنهاد میشد شاید بازی میکردم. به بحث سیاسیش نگاه نمیکردم، به عنوان اینکه یک فیلم حالا این نقشو خوشم میاد یا نه نگاه میکردم. خب میخوام بگم آقا منو وارد این بازی‌ها نکنید، من اصلا دوست ندارم تو این بازی، من رامین پرچمی نهای خیلی زورمو بزنم، خیلی 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 تلاش بکنم بتونم تو کار بازیگری خودم موفق باشم، کار خودم داشتم کار خودم میکردم. یه سوال بپرسم رامین جان، رامین پرچمی آدم سیاسیه؟ نه رامین پرچمی بازیگر آدم سیاسی نیست، چون من از وی او ای دعوتنامه داشتم، از رادیو فردا پس فردا دعوتنامه داشتم، از نمیدونم بی بی سی خیلی دوستان شبکه من و تو و شبکه‌های ماهواره همشون رسما من گفتم آقا پاش بیا اینجا. اگه بودم میرفتم مثلا بریم اونجا مصاحبه کنم، برم کار کنم، هر کاری کنم، نمیدونم حالا حتی گفتن اقامت برات میگه خیلی بود پاس تو بیارم، اصلا بچهای همینجا من گفتم میبریم سفارت آمریکا تو ترکیه تو تحویل میدیم اونجا بعد خود برو دیگه. شاید هر موقعیت خوبی که خیلی در آرزوش باشن که بخوان در دیوار خودشون میزنن که مثلا به اون برسن، برای من وجود داشت براتی. اگر میخواستم از این مملکت برم، اگر میخواستم ضد مملکتم باشم، همون رو استفاده میکردم دیگه، به راحتی میرفتم. 7 سال ممنوع کاری و زندان و مشکلات مالی و شما نمیدونید تو این 7 سال چقدر سخت گذشت به من. خیلی مسائل شخصی و خانوادگی برام پیش اومد که من سخت گذشت. خیلی سخت گذشت. حالا نمیخوام اینجا از احساسی کنم و اینا، ولی انتظار کمک از خیلی‌ها داشتم که نکردم به من. و اگر می‌خواستم که سوء استفاده، کمترین سوء استفاده از جریانی که حالا به سهو یا به عمد در من پیش اومده بود بکنم، رابطه من الان اونور بودم. من نمی‌خواستم روابط ملی پیدا کنه، چون این به هر حال باعث میشه شما با یک سری کنتاکت داشته باشی، با یک سری مخالف باشی، با یک سری موافق. من آدم مخالف، من به عنوان یک بازیگر یاد گرفتم در طول زندگیم که آقا به همه عقاید احترام بذارم. با همه مثلا خیلی مسابقات شهرستان که مثلا ما خیلی می‌رفتیم، مثلا بچه‌ها آقا مثلا کرمانی‌ها چطور بودن؟ خیلی آدمای خوبی بودن، خیلی خوبن. اصفهانی‌ها شده بودن، خیلی دوست داشتنی بودن، خیلی خوب بودن. اهوازی شده بودن، خیلی خوب بودن. و واقعا خوب بودن با من. بعد میگم آقا مگه میشه من اون فلان محله فلان چرا گفتم با من به عنوان یک بازیگر خیلی خوب برخورد کردن. خیلی خوب بودن با من. خب وقتی اونا به من احترام میذارن، من نمیتونم به اونا بی احترامی کنم. من یاد گرفتم که با همه به احترام بذارم و احترام ببینم. خب حالا رامین پرچمی کلا زندگیشو چجوری ارزیابی میکنه؟ حالا زندگی من بیشتر از اینکه دست خودم باشه، انگار دستخوش چه اتفاقاتی بود که بیرون از خودم بود یه جورایی. من قربانی سه شرایط فکر میکنم شدم، یعنی و شرایطی که خواسته خودم هم نبوده. یعنی اگر من مثلا میگفتم کاری کردم، حالا پای اون کارم هم هستم و تا آخر میمونم و فلان اینا، خب میگفتم عقیده شخصی، ولی عقیده شخصی که اصلا من بابت کاری نباید تاوان بدم، چون خودم عمدی توی حضور خیلی کارا نداشتم، یا اگر هم داشتم اینقدری که حجمه‌ای که علیه من راه افتاد، چه به نفع من چه به ضرر من، اینقدر نبوده واقعا منظور من. بله. یه چیزی رو شما رو در نظر بگیرید. نمیخوام مثلا یه جوری بگم اشتباه کردم، خب به هر حال کاری بود که تو مقطع من انجام دادم و نمیتونم منکرش بشم که انجام دادم. برخلاف خیلی دوستان که سعی میکنن تو دهنم مثلا که آقا تو این کاری کردی اتفاقی بوده و نمیخواستی و فلان، نه من واقعا رفتم این کار کردم. اشتباه من شاید بود که خود تو تایمی که واقعا از لحاظ قانون، از لحاظ دولت بعد از انتخابات اعتراضی نباید میشد. خود بچهای اعتراض گفتن که آقا مثلا شما اگر بعد از 9 دی که حالا مردم اومدن همبستگیشون رو با کشور نشون دادن نمی اومدی بیرون، ما کاری بهت نداشتیم. خیلی دیگه رفتن، ولی شما یه زمانی اومدی بیرون که همه اومده بودن و مثلا چیز کرده بودن، گفته بودن که آقا ما مملکت رو قبول داریم، کشور رو قبول داریم، فلان داریم، و شما اومدید اعتراض کردین. من منظورم راز عقیده علیه دولت، علیه مملکت نبوده واقعا. من شاید مشکل داشته باشم با مثلا حالا بعضی سیاستمدارا، با بعضی از اتفاقات سیاسی برام، ولی مشکلی با خود کشور، با خود دولت، با حکومت ندارم. خب این مسئله داخلی اصلا دوست ندارم مثلا صدای آمریکا، بی بی سی فلان بیا از این قضیه سوء استفاده کنن، گنده کنن و حالا بیا مثلا یه جوری بزنم که آره این اومد بر علیه مثلا فلان. نه، من اگه قرار بود در علیه نباشم من اینجا نبودم. الان این 7 سال ممنوع کاری و اینا رو تحمل نمی‌کردم و منتظر نبودم که بالاخره مسئله داخلی بین خودمون حل بشه.
روزای اول که مثلا من آورده بودن خب خیلی برخورد بچهای اطلاعات و اینا با من خیلی از نگاه خیلی غریبه‌ای بود با من. خب ولی بعضی موقع باشون رفیق شدم مثلا خیلی با من رفیق گفتم اگه حالا حکم بدونی به هر شرایطی که خب قانون وجود داره توی کار غیر قانونی کردی و باید حالا مثلا بری مثلا حکم بگیشی سعی می‌کنی برات عفو بگیری فراخ چون می‌دونیم که تو خود منظور خاصی نداشت. این خب نگاه خیلی قشنگ‌تر و جالب‌تر چیزتره برام تا اینکه بخوام بگم آقا من یه کاری کردم اونا اینجوری کردن فلان بگیر و ببند و فلان اینا. نه من نه مبارز سیاسی ام نه حماسه آفرینم نه من یه آدمی هستم خودمم. یک بخشی حالا یه مشکلی با یه جایی داشتم یک شاید مثلا میگم اگه اون روز اون جمعیتی که اونجا بود نبود من به قول چیز رفته بودم. حالا چون مردم رو دیدم به هر حال به یه وابستگی به مردم داشتن کلا به قول من مردمی بودن من که هست تو یه حضوری تو یه جایی داشتم. ولی اینکه بگم حالا من اومدم اینی که میگم منو تفکیک کنین از رامین پرچمی اینه که میگم از اسم من نمیخوام استفاده کنم بگم رامین پرچمی که هنرپیشه فلان از آمد و برای برای مملکت شعار داد. خب نه من به عنوان خودم رفتم اونجا و توی یک شرایطی قرار گرفتم یه کاری کردم که الان نگاه می‌کنم خب کارم درستم نبوده خیلی. این که مثلا حالا من بیام قانونی نبوده حداقل دیگه خب جرمش هم کشیدم فکر کنم دیگه بیشتر از این نه به ضررم باید بشه نه به نفعم بشه. من بذارید تا همون شرایط 70 سال قبل به بعد خودم راه پیدا می‌کنم. خب ببین امروز یعنی تایم کینگ برنامه پخش میشه 9 دی سال 94. خب اگه رامین پرچمی به عقب برمیگشت دوباره اون داستانا رو داشت یا نه؟ اگر با تجربه امروز برمیگشتم نه اون شکلی حداقل نبود. اگر هم می‌خواستم کاری بکنم فکر شده تر و مثلا بر اساس یک این دفعه با برنامه میرفتم جلو اینجوری بگم اینقدر غریزی عمل نمی‌کردم. نه حالا شاید برنامه مثلا هر چیز دیگه ممکنه بود ولی اون تایم من واقعا غریزی عمل کردم. واقعا بعد از یه هفته که از دستگیری من گذشت تازه فهمیدم چیکار کردم داستان چیه و مشکل چی شده و اینا. خب واقعا اینقدر قضیه چیز فکر نمی‌کردم. اون لحظه‌ای که من دستگیر شدم هم دوستان مثلا فکر نمی‌کنن منو به عنوان رامین پرچمی به عنوان شخص نگرفتن. دیدن که دوربین دستم دارم فیلم برداری می‌کنم منو گرفتن. بعد توی موقعی مثلا بازجویی صحبت اینا تازه فهمیدم من که اسمی دارم به و داستانای دیگه پیش میاد. گفتم اگر اون موقع شلوغ نمی‌شد اون موقع BBC اعلام نمی‌کرد و دوستان تو سایت مثلا شلوغش نمی‌کردن که آی فلانی و فلان من چیز نمی‌شد. اینقدر هم اصلا ضربه بزرگی خوردی درسته؟ خیلی بزرگ. تو بحث هنر آدمی که هنرمنده به هر حال یه مدت طولانی وقتی که به دلایلی که حالا به هر حال شما دادگاهی شدید دیگه یعنی پس یه چیزی بوده بر اساس قوانین از کارتون دور افتادید. این خیلی میتونه ضربه بزنه به شما. خب ضربه بزنه شما فکر کنید کسی کارش هنرپیشگیه و چی کار دیگه هم بلد نیست و نکرده نه هم کار مطبوعاتی رو دیگه نمی‌کنه هم کار هنرپیشگی شد. اولا 7 سال من از همه اینا دور بودم به دلایلی که حتی حالا اون دلایل هم قانونی نبود خیلی به من ابلاغ نشد. من 1 سال حبس داشتم و اون حبسمو کشیدم تموم شد. حتی مثلا آخرش اومدم بیرون. خب ولی بعد از اون دیگه حالا ممنوع کاری‌ها حالا داستان‌های دیگه شورای اتهامات دیگه به من چسبوندن که اینا به خاطر فلان جرم شما یه گفتن توی مقطعی جون قاچاق مواد مخدر آقا کجایی من به قاچاق مواد مخدر حتی مصرفش هم نگفته بودم. نه خب واقعا نبوده اصلا این سایت‌های دولتی من بعداً رفتم که آره من تازه مثلا فهمیدم که مثلا تحصیل مال مسروقه یعنی چی مثلا بعد این سایت‌ها نوشتن به جون مثلا به عنوان مالخر مثلا یعنی چی اصلا نه اینا اتفاقاتی بود که به هر حال یه بخش دوستان توی سایت اینوری زحمت کشیدن گذاشته کردن بعد دوستان سایت اونوری اومدن برای اینکه مثلا اعلام کنن مخالفت بیشتر رو زبون‌ها انداختن ولی نه فقط یک بار دیگه من دستگیر شدم به دلیل سوء تفاهمی که اصلا حل شد. خب ببین این که اینوریا و اونوریا اینو من متوجه نمیشم کلا الان رامین پرچمی نقشه راه زندگیش چیه چیکار میخواد بکنه هدفش چیه آیندهش چیه و دوست داره که چه اتفاقاتی براش رقم بخوره؟ خب من اولا کشورمو دوست دارم مملکتمو دوست دارم و به هیچ عنوان تحت شرایطی از اینجا خارج نخواهم شد. من اصلا تحمل زندگی در خارج از کشور رو به هر دلیلی ندارم. بنابراین اصلا اینکه این فکر که من میخوام حالا چون این سری فکر کنم مثلا من یه کارایی کردم برای اینکه بتونم پناهندگی بگیرم اصلا این از کلا از ذهنتو پاک کنی که اصلا من شرایطشم داشتم نرفتم کار نکردم. توی مملکت دوست دارم کار کنم و مملکت خودم دوست دارم. خب طبیعتا دوست دارم که کار کنم کاری که قبلا میکردم کار بازیگری. حالا یه بخشی حالا اگر مشکل دولتی من حل شده که شده حالا یه بخش مشکل دوستان خود سینماگر مثل که میمونه اونا هنوز باور ندارن که مثلا شاید با آوردن اولا ممنوع کاریم حل شده بعد اینکه میترسن با اونورا تو کار یه مسائل و مشکلاتی براش پیش بیاد نمیدونم به چه زبانی یا به چه جوری باید بگه آقا من صحبتم کردم با دوستان ارشاد با دوستان اطلاعات با دوستان و هر کسی به من نگفته هم گفتن که آقا میخوای بری کار کن برو کار کن. خب و کسی مشکل ساز نخواهد شد چون من واقعا اصلا نمیخوام به هیچ دستور گروه سیاسی وابسته باشم یا پیوسته باشم یا از دست من جای استفاده بشه. من دوست دارم کار کنم به تو همین مملکتم کار کنم برای همین مردمم کار کنم. همین.
یعنی رامین پرچمی نه ممنوع کاره، نه ممنوع مصاحبه است، نه نیستم. من برای نمایشنامه خوانی کار میکنم الان. الان چیکار می‌کنی؟ الان مشغول چه کار هنری هستی؟ توی 3 ماه گذشته حالا یه قراردادی که گفتم با فیلم آقای چاری دارم که هنوز شروع نشده، فیلم بعدش هر لحظه هر روز ممکنه شروع بشه، امیدوارم زودتر شروع بشه، حداقل مشکل من حل بشه، یا دوستان ببینن که من بالاخره کار کردم. حالا 2 تا نمایشنامه خوانی کار کردم، مثلا توی باغ موزه قصر و تالار چارسو اجرا رفت کار آقای امیر زریبن، و یه نمایشنامه خوانی الان خودم دارم کارگردانی می‌کنم، مهمانسرای دو دنیا. آره کار امانوئل اشمی. چه خوب. آره که با دوستان آقای فرشید نوابی، آقای آرش میراحمدی، خانم شهرزاد عبدالمجید، خانم گلشید بهرایی و خانم مرجان سپری. این 6 تا بازیگر که بچه‌های شناخته شده و حرفه‌ای هم هستن و دارن کار می‌کنن. از هفته آینده کجاست؟ تاریخ ساعتشو بگو. شنبه تا جمعه، هفته از شنبه 12 دی تا جمعه میشه 17 دی فکر کنم. توی تالار نیاوران سالن بوشه توی پنجسر نیاوران ما پنجسر نیاوران. بله هر روز ساعت 7 که دوست دارم مردم امیدوارم مردم به، چون سایت اینستاگرامی که راه انداختیم و صحبتی که تو فضای مجازی حداقل اینجا هست خیلی استقبال شد، خیلی مردم دوست داشتن که بیان ببینن، گفتن حتما میگم این حرفا. آقا خب دیگه چه خبر دیگه الان؟ اگر که به قول معروف پیشنهادی بشه. یه نکته خیلی جالب می‌خواستم بگم، این یادمه. من چند تا جمله میگم رامین، زحمت رو بکش، احساس تو حرف تو راجع به اینا بکن. معمولا عکس نشون میدن. نه عکس دیگه همه دارن عکس نشون میدن دیگه. ما می‌خوایم عکس نشون بدیم دیگه زیاده. عرضم به حضورت که اخراجیای 2 آقای دهنمکی. نقشم رو خیلی دوست داشتم. من بیشتر بگم؟ نه دیگه خوبه دیگه. چرا قرمز؟ اگر سبز بود رفته بودم. تیتر کردن این درسته؟ آره گفتن اگه چراغ سبز بود رفته بودم. شایدم راست گفتم واقعا. آره واقعا من اگه چراغ سبز بود رفتم، ولی چون قرمز بود سبز شدم. خب عرضم به حضور شما که بریم یه موزیک بشنویم.
رامی جان تو یه ترانه هم با نیما شمس بله مثل قدیم چی داستانه؟ آقا قبلی که بگی اینو از مهدی مقدمم پرسیدم، این حکایت خواننده بازیگره یا بازیگر خواننده ها یه چیز اول بگو، اول این مثل قدیمو بگو بعد اونم ما صحبت. نه بذارم اول خواننده بازیگرا رو بگم، چون خودم تو مجله نقش‌آفرینان که داشتم تو شماره اولش دقیقاً یادم دومش به همین موضوع پرداختم که اصلا بازیگر خواننده یعنی چی، مثلا یعنی خواننده‌ها چرا میگن بازیگر میشن، بازیگر چرا خواننده میشن. آره مخالفت هم نداشتم با این موضوع و موافقت هم نداشتم. فکر کنم مثلا مقوله برای من که خب اصلا چیز بود، فانی بود به قول معروف، یعنی اصلا من بخوام خواننده بشم حالا هنوز نه تصمیم گرفتم، ولی خب من آدم پیش آمدم، من یعنی یهو پیش بیاد شدم برم و مثلا خواننده ام بشم. خب ولی اینکه بخوام برنامه داشته باشم براش نه نیست. ولی اینکه بازیگرها بخوام خواننده بشم من فکر کنم بیشتر یک چیز دیگه، اینقدر سخت درست نیست. مثلا اینکه فلانی اومد خون مثلا چقدر بد خون، بهتره که همون بازیگرشو بکنه. حالا یه تجربه کرده، حالا خیلی هم چیز نیست، سختگیری نکن. یا بازیگر اومد یه فیلم بازی کرده، سرمایه‌اش کس دیگه داده، حالا اگه ضرر هم کرد بذار اون ضرر کنه. خب ولی اینکه من خودم چجوری شده خوندم، فکر می‌کنی که موفق میشی تو خوانندگی؟ من نمیدونم، من نباید بگم. من مگه تو بازیگری مثلا میدونستم موفق میشم؟ خودت به حال یه چیزی من آره اعتماد به نفسم بالا. خب حتما همینطوری. این آقای شمس من توی آره مثل قدیم آقای شمس من خیلی اتفاقی توی یک رستوران دیدم و ایشون منو شناخت و اومد جلو، خیلی تعارف و احوالپرسی این حرفا و گفتش که آره من آهنگسازم، خواننده‌ام و چند تا کار خوندم و اینم نمونه کارامه. از همین تابستون امسال بود. آره و اگه ما دوست داشتم با شما یه کاری بکنم برام بخونیم. من خب کلا خوانندگی اولا وسوسه‌ای که همه داریم یه جورایی مثل بازیگریه در واقع. من حالا برای خودم کاراوکه خونده بودم چند تا آهنگ قبلا. آره و بعد ایشون گفتش که میای بخونیم باشه، یا آهنگ ضبط و تنظیم و اینا کرده شو و خودت. من خیلی راضی نیستم از کار کلا اینو بگم، ولی خب تجربه بدی هم نبود. حالا این هولکی شده خود اینکه استودیو سر قبل تمرین بکنیم نکردیم، یهو مثلا رفتیم پشت تریبون رو بخونه، خب همین خوبه میریم برای پخش و این حرفا و قرارش حالا قولش رو به من داده که گفته این گذاشت برای یه کار دیگه با هم دیگه دونه 6 8 میخونیم. 6 8 میخونیم. پیشنهاد خودم بود. گفتم اصلا یه 6 8 شمالی هم بخونیم. شمالی. وطن لاهیجان. خب ارزم به حضور شما که اولی که اینا الکی نیست، بفرمایید. اسمش موکاست. یعنی چی؟ موکا نمیدونم. این شبیه چای دو رنگای اون تو عروسیای شما رو میدیم به عروسی. چای دو رنگه؟ نمیدونم هر چی هستش اینجاش که دیگه بکنم اینجا آجان دیده یه تیکه رنگش پریده. خدمت شما عرض شود که خوشحالمون کردی رامین. افتخار دادی، پیشمون بودی. یه نکته هم بگم، اینجا کافه میکس، برنامه کافه میکس توی فضای واقعی کافه ای اتفاق میفته. این صداهایی که میبینین طبیعت یک فضا هست، این مدل فضا هست. تو بزرگی خودتون ببخشید ما میشنویم این صداها رو، فکر نکنید نمیدونیم. آقا شما الان ناگفته باقی مونده؟ ناگفته که نه، البته حرف زیاد برای گفتن بخوام بگم، خیلی حرفا رو نمیشه گفت، نمیخوام بگم، ولی میخوام به یک دوستانی که حالا به هر حال خودشون رو مدعی العموم میدونن بگم که آقا دست از سر من بردارید، بذار من کارمو بکنم. من کار هنری خودم رو دوست دارم انجام بدم، نمیخوام وارد جریان و دستبندی و حزب و خواستی بشم، نه حمایتشون نمیخوام نه مخالفتشون. بذار من کار خودم بکنم. خیلی دوستان که برگردم به همون شرایط 7 8 سال پیش خودم و راه خودم رو ادامه بدم، وارد یک سری جریانات نشم در واقع. مرسی. خواهش. مرسی که کافه میکس دیدین. ما دوستتون داریم. صفحه اینستاگراممون هست cafe.mix. مرسی از سامانه آپارات. اینستاگرام خودم بگم ها؟ اینستاگرام خودم بگو. آره چرا که نه؟ من رامین پرچمی اینستاگرام برام همینجوری اسپلش درسته؟ پرچمی یه سره یه سره؟ دو سره نیست. یه سره یه تیکه. خب مرسی از مجموعه پرشین باربیکیو که صرفاً این فضا رو در اختیار ما قرار داد و با مدیریت آقای مجلسی. ما نیاز به حمایت مالی داریم، جذب اسپانسر با شرایط ویژه داریم، ما رو حمایت بکنید و مرسی بازم از سامانه آپارات که بستر و زیرساخت فنی این داستان و این اتفاق خوب رو مهیا کرد. ممنون از همه شمایی که با ما بودین. من و رامین پرچمی عزیز بهترین آرزوها رو براتون داریم. تا برنامه بعد ما رو 22 ساعت 22 شب توی آپارات ببین روز چهارشنبه. آقا خیلی مخلصم. اینو چیز کنید بذارید.
آهی تکیده گل ارکیده با چشمای خسته لبهای بسته غم روی چشماش آروم نشسته شکوفه شادیش از غم گسسته وای آشنای درد خورشیدش سرده رو قلب سردش غمرونه کرده مهتاب عمرش از پشت پرده هر ماه و سالش پاییز سرده وای سایه سیاهی رو بخت شومش ارکیده تنهاست زیر هجومش طوفان درد پایون نداره آشنای درد خورشیدش سرده رو قلب سردش غملونه کرده مهتاب عمرش پاییز سرده وای لا 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 لا